روزی ملا نصرالدین با الاغش به طرف بازار می رفت. در راه چند نفر او را دیدن و شروع کردن به خندیدن. یکی گفت ببینید این مرد را الاغ دارد اما خودش پیاده را می رود. ملا نصرالدین چیزی نگفت. کمی بعد سوار الاغ شد و راهش را ادامه داد. چند نفر دیگر او را دیدن و گفتند آدمی بیرحمی، خود سوار شدم و الاغ بیچاره را خسته می کند. ملا نصرالدین باز هم چیزی نگفت. از الاغ پیاده شده و با الاغش هر دو پیاده را رفتند. باز چند نفر دیگر گفتند این مرد چقدر نادان است، الاغ دارد اما سوارش نمی شود. ملا نصرالدین خندید و گفت هر کاری بکنم مردم چیزی میگویند، پس بهتر است کاری انجام بدهم که خودم دوست دارم. نتیجه حکایت: انسان نباید همیشه به حرف مردم گوش کند، چون مردم در هر حال چیزی برای گفتن دارند. لایک و سابسکرایب از یادتان را دوستان عزیز، با ما همراه باشید.